عید گلشتنی جان جورا بخیری شکر نگو مادر من هرچه زنگ زد گوشی خود چرا بر نمیداری مادر تو زنگ زده او آن خیلی زنگ زده تو از کجا خبر شدی؟ من اینجا گایم براتون درس را شما مادر شما گفتم با باغچه ای گورونی میکنم یه گل از گل صبح بیان داد و ترکتور نمی‌بینیست تا در گورونی میکردم حالا چند دقیقه شل چی گفتم چند دقیقه بشینم چیپسی بخورم و کار داشتم اما که زنگ زدم چی کار مثلا خیرات کو بوده خیر نه من نگفتم گفتم برو صدا کو کار دارم بگی تو نوش جان بگی بخور تو باش زنگ زدم چی مایا بله سلام علیکم دارم از نشتن تو خوشحال بخیرین شکر زنده باشین سلامت باشین نه خیلی بکشه ما مردم دی خیلی داریم از گل صبح بیان باغچه گورونی میکردم همون چند دقیقه تراکتور استارت کردم گفتم مونده شده بودم ایت گل بیان گفت داخل زنگ زدن جواب ندادی خب بگیم خب بسیار خوبه خیلی برین دست شما در نکنه خوبه خوب بدین گوشی خوشی جانشتن خوب خیرات بخیرین خاله مزرعه تراکتور اردن گورونی میکردن صدا گوشی نشنیدم خب به شما هم تبریک باشه خیلی برین دست شما در نکنه که گپ مر زمین ننداختین خیلی برین خوبه یعنی بریم برای نبون که هر دم میایم بیاین خوب من میرم برای نمیگم که یایم شب یا صبح شب حتما به خیر خوشی بیایم خوبه میگم برای همه گپار میگم خوبه باشه خداحافظ گل بله تو یک کار رفیق چیپس رنگاره که دیگه اینجا بخورک به تراکتور اوش تو باشه دیومی که تراکتور روشن نکن که خدای نخواسته تو به در دیوار میزنه خوبه خوب بفهمیدی به گپم همینجا قراره که دیگه این سایه بشینک من میرم تا به خونه گیله کنه پس زودی میایم از امی کجی تیشه امی خوار مرکی میستونه ای دو تا هم قدتا خیر بینی عباس خیر بینی گردنم بند باشه فقط میگی کیک بله عباس بیا السلام علیکم سنگیده جان شتنی جان عباس خیدر جان شکر زنده باشین سلامت باشین مادر شما میگه شکر خوب بوده ما خشاب الهی شکر خوب بفرمایید نوش جان مانایم نوش جان کجا خالیمه بله خالیمه خاله تو اون بزرگ خونه مادر شما کجای پس مادر ما برفتم امروز همه همسایه ما به حساب انایی بچی از اینا ایزه شدی بود خب ایزی پونگه بید خوبه نانه من کو خبر داریمشون یا نه انا از این زمان طفلیت که 1 ساله بودم نانه اختلاط کردن گفتم نانه جو ما از زمان که ایزه میگرفتم ایزی پونگه بید همینایی که گرمی نمیسه نمیته میگیرم جون اینا رو چون چی میمالم انا از این 1 سالگی گفت نانه میگفتم من ایزه میگیرم انا برفتم همسایه میجا گفت خانه مرجخ کنگره مادر کجی؟ چه کار میکنم از خونه؟ خیلی شده مادر کجی؟ بیا که بچه خواهرتون آماده سلام خاله شتن خوبی بخیری کسی بگو برد خواهر سر کنم دستم بچه آخه خیلی بلند شفای بله سبزتی که من رو بکش خاله چکار کنم کجی به سرای دیگه کجی خوبه
حالا چیکار شد زنگ بنگم بزن اصلا خسرو میانه. نه خاله شماره من کنه دارم که ما زنگ زدم به تو گفتم شاید با تو زنگ زده باشم چی خبره بودی؟ به شما نه که گفتم شما چی میگم نه امیر برده سر به تو که میگم شما نمه پشت کو به قومو پشت کو که به منال خسرو از زنگ میزن. حالا جان بخیر کار ما باشه میشه بخیر شماره هم چه رمضان با ما زنگ زده بیدک گفتم انشالله همه گپا حله به شما خوشخبری آوردم یعنی خوشلوچیم هم رضا بود گفتم سعیه ما همی مثلا می کجیر مایم کجیر هم مثلا ریزیه دیگه یعنی گفتم برو بزنا بگو که امشه میاییم فردا شو میاییم یک هفته بعد میاییم یک ماه بعد میاییم یک سال بعد میاییم هر دم میاییم نه یک بعد ماش رو چشام نه مایم نه یعنی گپ حل بخیر همین تا گپ هم حل شد هر دو طرف ریزیه دیگه معطل شما نه که کی میریم بخیر نه مایم نه مرم بگین که امشو بره هم بریم دیگه این اختیار به دست خود شما نداره من خوشخبری به شما بیاوردم خیر بینید بادا مبارک بادار انشالله مبارک بادار بادا مبارک بادار انشالله مبارک بادار جشن کجیر جانه انشالله مبارکش باش گل به گلستانش انشالله مبارکش باش بدیدی به تو گفتم تو خودی کله گنده خود گفتی نه بابا چین زن پیدا نمیشه آن خدا در خیری واکنه همین خوب شد که با جیم شد از خودم مردم خوب شریف بیا من از اونا شکر خدا هیچ بدی ندیدم خوبی بدیدم نه خدا بچه من خوبه بچه من چکار هیچی نشدم میگیم از اینکه میگیم حالا بچه تو هیچی خوبی از منه بچه تو هیچی اصلا تو فکر تو هم خوبی نی بچه هم تو هم خوبی نیه درسته؟ درسته شما کنه من گردن خواسته کنم خیر ببینی از حال به شما تبریک میگم من فقط بیانه که به شما خوشخبری میدم تو من بخورم برو عباس خلاص دیگه همین شیرینی همین چیپسه نه خشخش نکن بخور خراب بکن خشخش نکن عباس ایت حال دیگه مدر کجی سیکو اینجا ما و شما نیم عباس هم برار مانه خب ایت نفهمیدی که بدل خوشیت و بدل خسرت و مثلا درسته دیگه گپیم اینجا ما کسی نشنوه خب چنده مرتکه جو دختر کننده مفت ما نمیده میده پشتش که مجبوری ما بدیم دیگه این کنه میشه که عباس نگفته خسرت یا خسور بلاتو که چند نمیشه شاید از تو آدم یک دهلکی بست دلک شوخی میکنم بخواه نه ترس دیگه با اون خودی هم گفت بزنین دیگه بابا عباس چند دست رو پیشکش استونه از من 4.5 لک خب خلاص دیگه از ما شاید 4.5 اگر 4 لک بستونه بیشتر کنم استونه دیگه سیکو تو برو سیکو یک کار کن من باز خسور خو اینا رو اگه دیدی بگو درسته؟ بگو گلک میگه گیرو هم ما این بالا پیشکش نه دیگه گلک او گپا من نمونده او گپا به شما خانواده تعلق داره بفهمیدی من فقط همینجا لوره شما به هر کاری هم هسته من نمیگم که من پیشکش چند نمیدی چه کار فلانه با خودی هم بریم بشینین گپ زنین گپ خلاص کنین دیگه مشکل همی بود که ناراضی شم دیگه مشکل همی بود که ناراضی شم ببینید زن به بچه می پیدا نمیده خدایا برو یک قهوه بخور هر مشکلی داره همین عباس مشکل حل کن سایه مادر تو خدا تسر تو کم نکن عباس خیلی بینی الهی امین باشه ما برم که کار مداران آماده بچه خوار رو بدم که نام خدا چقدر زحمت کشید باشه ما کار مداران میرم آماده میگم منظورم از تو میلری چره؟ گله جویت بله تو از امرا بفته بودی درس رو گفتی ما کی بیاییم امید خنده نمیکرد گفتک بیار همون کجی بیان دومه گفته کی بیاییم از امرا نیست سلام علیک کی بیاییم ما خب عباس دیگه سکو تو شاعر گفته اگر عقلی بی عقل شو اگر بی عقلی عقل شو انال من عقل نمیشون درسته بود کجی؟ خیر بشه من مزاحمش نمیشم میرم آبا وقتی پیاله نوشیدنی بیار وقتی نه باشه آنتونسا داره باشه هر دمی افتنا خبر بده پیاله آنتونسای بیار خیلی خنوکه نه آنتونسا نمیتونه خیلی بده چای میخوردی خود خوب خیلی بده خدا فش چقدر من خوشحالم امرو چقدر من خدا خیر در خونی و آمیشی خوشحالم حالی بچه مادر تو کجا رفته که تو این وقته که با تو همسایه بگو میری چه کار سیکو مادر کجی ما تو مال بگم بابا چی خوب بگو شواج همه که میری به جوش ربا نشه که خریده برسی چی ریپی خرید کنی نباره یک زن چرا که نباره یک بچه دارم هر چی موی بگو بابا امان تو اگه خودی ما با شروع کردی به جنجال کبال میره برای پیش که
عباس میره میگم فسخ کن. بچه من از کی میمونه؟ تمام همین مردم که میرم به خونه خود دستان نبسته کرده. حفظا کسی کنی چند مستونه از ما. به خاک از زجور نماده. بچه میگم بیتانی هرچی ما مستونه. گواره اگه بدیم برای اینا خود گوسپندا چیکار میشه؟ من گوشوارا خورم میپیشم، طلا خورم میپیشم و بچه خوب بدم. بچه میگی بیتا. خب ها. که بچه به تیار خوشحال باشه. تا باشون به سر زمینا زمان بکشه، جگر کنده شده دیگه. ارزش نداره که ما بریم مسخره. مطلب بچه خوب بگو که به خونه خسر خو میره. به خونه خسر خو میره خیلی نکنه. کیسه خور با پر کنه هر چیزی ببره برای اینا. باشه با ما خودی بگم بزنم خوب. خوبه. لالا نورالدین بفهمیدی؟ نصیب و قسمت نبود لالا، هرچه کرده بیدم گپ زدم نشد دیگه. البته نصیب بچه من نبوده بابا، بچه من نمیمونه ایته. این غله بالاتر به خل شهر پیدا میشه یکی به بچه من. خدایا دیگه امسالم بلکه میتک بارندگی عبد بده که همین زحمت ما. لالا رمزون بیا یک دقیقه بیا. زنده باشی برو. ایف لالا که موبایل تو لالا صدا میکنم. دیگه پای نورالله من نباشی تیار هستی قرار قراریه دیگه. ببینی که چه کار میکنم، کار من همین گندم دیگه چیکار کنم. گندم پاش میدی بگی. نوش جان. میگم من یک چیزی با تو بگم رمزون. ایف لالا که من تو لالا صدا میکنم. چرا؟ بفهمیدی؟ چرا؟ همین رفاقت ما و تو چه کار شد؟ گپ ما و تو چی شد؟ آخر کار خور کردی ها؟ خوار خور بدادی به بچه‌ام میگی لک ساده ها؟ یار نورالله من میگفتم تو دیونی. من دیوانیم. حال اثبات کردی که دیونی. من پیش خود میگفتم منتال خود تو اثبات کردی. اون نصیبی بودم من چه کار کرده میتونم؟ دختره بچه تو خوش نبوده گناه چیه؟ بچه من چه کار شده بوده؟ نه بچه من چه کار شده بوده؟ من خوار خور به زور بودم به بچه تو که تو از من دق میشی یا خوش میشی. این گپ نزن نورالله. سکر رمضان یک چیزی به تو بگم. حال که نشد نصیب بچه من نبود نه ولی یاد تو باشه. تو که نداری از اون قلی بالاتر میرم پسونی میکنم. قلی بالاتر نشد قلی بالاتر نشد بشه. من بچه خور تمامی هفته هر رقم باشه نامزددار میکنم. با دوماد ما عباس جلوروی کرده. دوماد ما بچه خاله عباسه که جید آدم خوبیه بچه خوبیه. خوار من رزی بوده گفتم خوب هر جا تو رزی من کنم هم زندگی کنم. خوار من که جید زندگی میکنم. یک گپای میزنی تو رفیق من هر کی بشی برو به خونه خوشیش تانو خور. سکر رمضان من از تو دیگم نیام. مونتا یک اشتباهی من بکردم. گپ زدن تو معلومه که دل تو آزرده یا طرف. نه کاکا میگه تو بجنبون لب را که من بفهم گپ رو دیگم نیام. من یک اشتباهی بکردم که پارسال به جا خسر من به مو غله دختری هم سن سال بچه می بود. بفهمیدی؟ به 120 تا گوسپند کلک کنده میشد. خسر تو به کوه و به قشلاقا میشه. به مو قشلاق از اونار میگم. بفهمیدی ما وقتی که قله گفتیم برای زمان به قله شیشته. او که خبر داری که اون به قشلاق میشینه. به 120 تا گوسپند دختر خمرتگه اندازه اون بچه من بود. من خیشی نکردم. منتها یک چیزی ما با تو بگم رمضان. خب من به سر زد شدم. همین گوامه. همین زمین می فرش تا خونه می زندگی می همه گیر میفروشم تا به هفته بچه خورم نامزددار میکنم. تو از اون میگی تو تا به هفته بچه خور نامزددار میکنی. عباس اینا زنگ زدم گفتم میشه بیاین که کلک کنده شو فاته کنه خلاص. اگر از شما جلوتر من مجلس بچه خور بران انداختم ایری شده که من برات پیار نمیرم نام من مگه دیگه نورالله نباشه. من میگم امال می گندمار بغضا برو شروع کو بچه خور نامزددار خو. بفهمیدی؟ ها دلجم باش. اگر دیگ هم هستی برو تا زمانی که زنده دیگ باش از من. ایف من خواه خود تبا کنم به خاطر رفیق داری. میبینم آخر قربت سیکو آخر باز ببین که چه کار میشه. حال که خود قربت بخت بکردی ولی خودی از ساده پیر کردن مشکله. آخر عمر رقم باش نصیب و قسمت خواه ممیتونه. خوبه بریم. شما برات از این گپا نمیگردین که آخر عاقبت خواه شما فقط برات از این میگردین چه ریپ پول مرتکب بده. هی کجا میری گله؟ چیکار کردی؟ کجا بیدی؟ برسون چیز گفتم که بیای زن کاکا مینام گفتم خبر بگیرم. چیزه؟ گل بستندی گل. گل چی؟ گل فاتح دست. اشته گل فاتح دست. از این گلا کلون نیه که با فاتح دست میبره نستوندی. نمیره من تا باغچه سعی میکنه هر جا گل کشته بیده که میکنه میارم.
یک کل خراب اونا گل فاتح دست نی از این گلاب پلاستیکی کلون مقبوله از اونا به کشاره برو بده عباس شبراره من پول ندارم راست میگی؟ ورکه یک ریپینی ای بابا چی دارین شما گله به زندگی خود شما چی دارین بعد دیگه مگه میستوندی گله اگر صبح مگه میستوندی من همی از هری هسته برو یک گل کلون مقبول پلاستیک نوه بستو بیار خوبه برو زودی بیایی با برمی پولا میدم بازاری بیشتر نمیدن خیلی هم نیه شاید 700 800 بیشتر نباشه 500 اگه نشد دو تا میستنم خود دو تا بسته کل دو تا بسته بگو گل فاتح دست مایم خوبه برو زود بیا بده دیگه خب راه رو یاد را چپس برو راه رو دیگه که دیر شده بده پس تو برو به خاله خوب بگو همه کاربرا رو آماده کنین دیگه که برو بریم بده برو بگم نرچه که مثل مال برات تو با پلا عباس میگی شب هم بستین نه دیگه شب نمیزن بعد دیگه میایم خب میگی تو به خوشی که دیگه بار کنم شب نمیزن چی دیگه بار کنم تو برو زودی بیا مرگ بیاماد گلک اشتنی تیار هستی بخیر شما اشتنی همین حلقه در سلا خود تیار کنه کلی بناک تو بگوش چه کار شده ای؟ بابا پنجه من نرم نور که یاد نداری تک تک کنی تو خوب یاد داری تک تک کنی کم که برات چیز نگه چکو کن یک کاره بکن خاطر چه کار کنم؟ نمیگی مبارک باشه رستی مبارک باشه زنده بشی که جین نمزددار کردین نمزددار نشده حال ما این نمزددار کنیم حال ما نمزددار کنین با تو مادر تو دیگه حلقه و امو دیگه. بریم تمام هرات چه ویندازیم بازم تو به یک صبح کو خیر بینی تشکر باشه تو یک کار برو با مادر خوب بگو بفهمید یا خود تو یک مادر تو هستم مثلا هستم برو با مادر خوب بگو که یک بگو گلگم سای ما بیامده گفته که یک گل فاتح دستی با ما به قرض بدیم گله که ما میریم من به خیلی خوشی چی گفتی؟ گل فاتح دست بیارم که چیکار میکنی؟ میرم که نانه تو نمزددار کنم چه ننه من نمزددار کنی؟ نه گپ خورا دل بگو سه کنم که چی میگی؟ من کار دارم از خود نانه من نمزددار میشه نانه به معنای بیبی خب بیبی داری؟ بیبی هم دارم خب بیبی تو نانه نمیگی؟ میگم خب اما عباس نانه خود بیبی نمیگه؟ میگه خب خیر بینی دیگه سکو یک گل بوستو بیار که ما بریم به خیر خوشی رو فاتح دست کنیم به خیر چکه دنم کلک کنده شما به خیر خوشی نه اگه شد پولا گلا شما میده اگه نشد پک گل میستونی میاریم چرا نمیری گلک اشتر نمیخریم؟ گلا رو نه اول که از اینجا تا به شهر برم دوره چند فصل اخرای دیوم از اینکو اوضاع کشمشی از همین حال مگر اقتصادی در نظر خود بگیرین که اگه ما شروع کردیم مثلا یک روز بریم گل بستونیم چه کار میکنی گلک متوجه دستا خوب باش یک روز بریم مثلا نمیگون گل بستونیم یک روز بریم میگه مثل مرتکه بگه عروس ببخش برای شرمم ده گلک برو یک روز مثلا بریم میگه گل بستو یک روز بگه بابا اون گلک همی دستا خوب همینجا همی تبچه بغل خوب به دستا خو گپ نزی بدن خو گپ زی برو بستو خاطر اقتصادی میگه از مال اگه شروع کنیم گلک آخه تو می کجیر نمزددار کنی خب برو یک گل نوی عدل بخر بیاره گل خوب عدل نو باشه خب حال مثلا من میرم یک گل خونه خو میارم ایکو کونی اشته میبری همه خوک زده سر کله از اون همه کنه برو خوب گردم برو خب باشه میرم به مادر بعد ما به تو نگاه میدارم بگه دست تو باشه گلک گل دلجان باش نگاه میدارم برو دلجان باش چیپسام گلک دنگ تو به گوشه دنگ کی به گوشه؟ مینا و کانه میبینیش دقیق میکشه خوخیق میکشن چیکار میشه؟ دندان مواد بسی بلی از همسایه داری نباشه شما لازم اینجی برای گیر میزنه که بستو کن از همه جا بیا تو
تو چی کردی به مینا و اکا؟ بیا مدام یک بار آواز منم بگم یک بار اکه خود من خدا کلا هر چی بچیر کبره گلک دیگه دروغی نبود که بگی. به 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 گلک آه. سم به مادر خود گفتم که پیار کجیر بیامده به در سرام و برات گلی. بخندیدم گفتم این گولر میای از ما میستونم چرا نمیرم نمیخرم. خیر بینه مدار تو بگیرم صبر کو گلک چیپس مر بخوردی خو یک 20 بده که ما برام خود چیپس بخرم گولر میدم. و اگه ما 20 دیشتی میرفتن گل میخریدم بابا چی خو بده دیگه والا به 20 گول میدم. این چه کار کنم پیش از گل بالگی گل باغچه گل باغچه مادر دل برو دیگه در سرم استاد نشو برو. گلک پول گولر با بیاری خوبه. خوبه. سکو چنده مو قیمتی و سکو چنده میشه با بیاری پولایو. خوبه ناله بیا این کار روز برا ناله زی چی؟ اوه بیلو که مدام به جای رحمیت موس کد روز شوم کد سلام کجیر خوبی؟ تیری جنجیری خیلی سلامت چطور هستی؟ شکر میگم کجیر گولر ببردین؟ کجو گلای؟ اما گوله که پیار تو بیامد به در سرام گفته گوله بدین. گل چی بدین؟ پیار تو بیامد به در سرام گفته گمو یک گوله بدین که ما میبریم به سرا خسور کجیریم نو. شما چی میگی کجیر؟ تو چی میگی؟ اصلا معلوم هسته که تو چی میگی سیکو کجیر براره ما به تو چی میگم؟ پیار تو بیامد به در سرام خوب گویا گوله به ما بدین که ما گل فاتی دستی بدیم که واسه کجیر مهم نمزدار کنیم. بیامد به در سرام گل بستم. گل عدلی هم کنه بود یک گل معمولی خوردی بود بدادم و دست پیار تو دادم. نه تو سه نه بیام آدم نه سه کنی که پیار ما چکار کرده سه کنی بگو شب ما سه کنین خاله جان امرو پیار کجیر بیامد به در بودن مکردی نمی پیش خواهد لگبزی خواه گب میزنم خواه میگم امرو پیار کجیر گلک بیامد به در سرامو پیار کجیر گلک و این چی میگه نه بابا ما امرو برتن در سراش آمد اینو برات گولی نرفته بابا ما بازار نخریده بیامد از این کلگنده اینو در سراش به در سرامو گفتن یک گلی به ما امانت بدیم من بدادم به دست اینو چرا نرفته بازار گل نوی نخریده کدام چی خبرم به در سرامو آمد تو سیگو که پیار تو چکار میکنه تو نگاه کو چی بفهمدنم کارو پیار مدی بیتر میشه چرا نرفتیم از شهر نستوندیم ولی من کامیر بخی برو بخی تو به این کارو کسی نورده بخی شما بیاد از شما ما خرابه چه کنم من تو نگاه کن من بزی چی گفتم چه کار کرده تو سیگو برین من گفتم برو از شهر گلی بستی برو تو در سراز امشب چه شب است شب مراد است امشب شب دل داره دل باغ است امشب بادا بادا مبارک بادا انشالله مبارک بادا جشن کجیر جانه دل مبارکش باش گل و گلستانه خوش مراد گلک ساده اشتنی جمع گل جانجور دست رو بسته که سک شما من نگیره نیه بسته جانجور تفریق نمیگه باشه تفریق باشه تبریک باشه این گل از کجا بردی؟ چی؟ گله ما این برم به خیر خوشی کلک چیزه بکنن کجیره لنگ کجیره بسته کرده لنگر بسته کرده تبریک باشه پس که لنگ تو بسته میکنه مادر تو دیگه هر وعده نصیب باشه درسته دیگه یا خوش دیگه پای خیلی لذت نباشی دم غنیبته الهی شکر شتا هستی دیگه برا غریری جانجوره والده بی والده همه خوبم شکر به یا دعای شما همه به دعای شما شوهر مادر شما همه خوبم شکر زن دادی خورده تو همه خوبم شکر زنده تو بشی خوبی؟ سلامت بشی هم یک لطفی بکو جمع گل جبران گل ما بفهمیدی برم یک گل بستو با ما که ما میریم به خیر خوشی امشب دیگه به خیر خوشی میریم که چک چک کنه گل چی بستونم گل از سراخو مثل می گل از این بیترتر گنده تری نباشه بستو که من فاتح کنه گیل جمع خسرونی ما با تو گل بیارم
او دیگه پا مادر میاره گل کی میاره همسایه من تو بده ani la سرش اومدین ایستاندو گیلک جو هیت نمیشه خسرونی مگر تو بری به شهر از این گلسازی ها یک گل مقبول بستینی به 800 1000 خوب گل میدم بست و بیاره این نمیشه که تو بیاید همسایه تک تک این راست کی استوندی آقا شامدک اینم اشامد استوندی شامد خونه وی گیلک جو برا به شهر یک گل لوکس بست و یک بابا لوکس ببره بابا چی فهمه 10 تا میبرم اشغال میبرم سر کله خسول برال بچی مازی بیتره گیلک جو سیکو ما نمیگم گل نداره گل داره منتها به درد تو نمیخوره گل خسرونی نیه گل چیه او برای جمعه و اید کس به سر سفره اید خوب مگذاره بهره تا به اید میارن دل جمع باش برو یا نمیگم او به درد خسرونی نمیخوره گل خسرونی نیه که تو بابا ببری چی فرق میکنه گل میگه به هر چمن که رسیدی گل و چینو برو و پای گل منشین که عاقبت خار شود گیلک جمعه گل بیارم تو به مقناعت داری برو دل جمع باشو خواهان تو میجگاه استاد که من میرا گل بیارم من نخواهم سلام نگی بابا یا شکم سیخون میگه موشا خونه مدوشنگی لباس میره مامال برون گل بخورم خدا خیر بده عباس امی از زلیل بداد حضیر منم چی خیت پیت آتاش خالی چیزی میستونم زده پیرن کشه کوشی چیزی میزنم تا مجمع چیزی میبریم فاتح چشه خوشرونی یا خوندان هم با گل گیله چی میگی؟ یک کلک فندقی گندیه ای کوزی ورسه کشته کوزیه گندیه ای خوی بابا سر سفره اید ما بود دگه هرچی نکنیش که نفت دست توش کش کو گل دست ما بستان بوی کو میانی کاکلای خود پنو کو های بر جا کی رفتی مرم ندیدی به من جیوا خود گل گفتگو کو جانم محبوب هی کنجا باغچه دلم ماتم گرفته دل بر نمیدانم چره مدر گرفته دل بر گیلک جو من خلاصم گیلک من خلاصم خیلی تشکر باشه اگه دیگه باز میاری بگو دیگه میاری گله بگو چی بگم؟ بگو مبارک باشه بگو تو مبارک باشه زنده بشی گیلک جو گله بیاری با دل جمع باش تا اید میارم کوزی و نشکنه تا اید میارم مامان چی عکس میگیره بیاید شادمان جلو شد بیا دیگه خودی هم مرین شادمان بچه خوبه کرده بیا درواز کن درواز کن عروس میبری کجا تنگه بیبی عروس میشنمیانه اوخر من گل میگویانه بلبل مسیار یار های بچه جو خدا مبارک کنه های بر همه کس یار یار های ولنگ ولنگ های ولنگ های امان دلبر
ما چیش پره کور شدم آخه خالام از زنکا کاکام همه به سرا معطل شما نم آخه بیبی عروس میتمیانی آخر من گفت میرا بیانه آره قاسم جو گفت رسیده بیام بگو بله هم یک ربعی اگه یاد داری گیلک جو بگو یاد ندارم من یاد نداری؟ نه نادر شاه بیاین لالا یک ربعی بگیم این نادر شاه که هست امیت یک ربعی ها نمیگه که ایت خوب امیت ربعی ها قدیمی دگه لالا گیلکیشتا ناوقت کردیم دیگه تا برفتیم گل خریدیم از شهر جنجال شد کم دل شد دیگه موندن عباسون لالا نادر شاه خوبی نه نباشیم خوبی جنجاله اینا میگم میگم جان اینا خیشان نوکی مانند بفهمیدیم همین داده خورما بدادم به می کجیر جان باجی عباس آقای عباس که میشناسین دومات کنه باجی من شما الان هم یک ربعی اساسی به جلو از اینا بگین بیا اینجا استاشی فاتح دست آوردم حالا چاش سه روز مردم از خواب بیدار نمیشن گپینه بل خود دست یک ربعی اینجا بیاین بستکین به 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 یا الله روزی که نفس بر تن آدم دادم اول به زبان سوله الحمد دادم شب معراج براغ به نبی دلدل به علی رخش و رستم دادم بر شاکام زبان که تو داری حرکات دم بدم به جمال بیایی بی محمد صلوات خدا دوز چهره ریم کشی خونه ها قدیمی ما پایین داشت سلامت باشیم سلام مندلا باشیم مندلا باشیم شادوال عزیزم بیاوردم خوش آمدین خوش آمدین از آمدن دنگ خبر می داشتون در عوض کو در عوض کو پیشی قدمت خرمن گل می قیتون در عوض کو در عوض کو چکه دلش آمده یک دستی چوی هم خودی خو میاد چو گرون بده که نخلین نه چکه شده ما بفرمای جلوشی که سگ شما بدد ناری که سگ نگیره شما را زرکو نیه اونا سگ بسته کردم نیه بفرمای یا الله بفرمای سگ نگیره سگ نگیره بسته سگا بیای سگ نباشه سگا بسته بیای اون سگ بیای بسته سگ برا چخه گیلک جان تو که بچه ترس میاد کینه سگو نه سگه پشت سر من هیچی بیای نه سگا بسته سگا بیننده های عزیز سلام علیکم مندل باشیم کچکولایم برار شادکلا در کنار یک برادر استادین که گپا مرم میشنوم و پرسان میکنم میفهمین سوژه در رابطه به چیه امروز تهیه کردیم به خاطر ازی که بعضا برادرها به حق دخترها خود دمادا خود ظلم میکنم مثلا نشته ظلم 10 لک 15 لک ریپه پول میگیرم از داماد خو به نظر من کار خوبی نیه دختر فروختن کار خوبی نیه شریف نه زنده معرفی اسم خور بگم اسم من لالو برار رسیدم لالا برار از باشندای قلعه خود خو برای جز گپا من که بشنیدیم بازم به شما توضیح میدم بعضا مردم دخترها خود میفروشن گرون میدن پیشکش زیاد میستونن به نظر شما کار خوبی میکنن نه واقعا کار خوبی نیه پیشکش خلستوندن واقعا کار خوبی نیه کمتر بستونن کم رحم کنن
خب بله یا آفرین به زی بچه، آفرین به شما، واقعا کار خوبی کردین، گپ خوبی، پیام خوبی به مردم رسوندیم. بله یا برادر جان شما خود شما متعلم یا خانه‌دار؟ ما خود متعلم برادرم. خب بله. متعلم. برادر جان شما چند پیشکش دادیم؟ از من ها به خسرو خود چند پول دادم. ها چیز ناقابل، چیز کم. پیش خسرو من پولا پیشکش می هیچ چی نمی بود. شیربا بوده باشه شاید. شیربا بود. بله یا میبینیم شیربا استونم چنده برو مثلا 9 لک. 9 لک. بله یا 9 لک پیشکش استونم 9 لک پیشکش دادم. 9 لک. همین پیر خوشی چی من داد کردم به 8 لک. چه کار برادرم؟ بریم برادرم چی بریم. شما که جواب شما پیام میدیم به مردم. خب پیام میدیم به مردم، یعنی میگم خیلی نستونین 10-15 لک نستونین. 9 لک 8 لک از 8 لک هیچی به پی نباشه. درست بریم برادرم. چه شما چند نامزد دار شده؟ هیچی ایر پاک کنیم، هیچ اشتباه شد. ایر پاک کنیم. بریم برادرم بریم هیچ. بریم برادرم. بریم برادرم بریم. حالا من کلا خود بگذارم پیش تو. برو لالا دیگه برو. برو که من فردگیر پیدا کنیم بلکه 2 لک باشه. برو کاکا. 2 لکی به منطقه ما نیه. برو کاکا برو. بیننده از ببخشید برادر، درست شما خودتر هستیم، کم 1 دقیقه بیاین برادرم. من اینجا میشینم، بیاین 1 دقیقه بیاین داغ سر شما نبینم. بیاین. بیننده های عزیزی همونه کمال رو صدا کردم. برادر جان اول زنده معرفی داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. نور احمد برادر غلام احمد باشین دای قله کوشکیون میمیزه. خب برادر جان سوژی این رو در رابطه به می برادرایی که پیشکش زیاد میستنم از دومادا خود 15 لک 12 لک 10 لک میستنم، به نظر شما کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ کار گنده میکنم برو، کار اشتباهی میکنم. ببینیم اصلا این پیشکش استوندن بالا ظلم واقع دومادا خودم. مثلا دختر فروشی کنه پیشکش خیلی بگیره، این کار خوبی نمیکنم برارم. از خسور می یاد گیرم. من 1 هفته جلویتر برو نامزددار شدم. خسور ما گفتن من از تو دوماد پیشکش نمیگیرم، من همون شیربا میستونم. خوب گفتیم خسور شیربا چندی میستیری؟ گفت 100 تا گوسفند بیاریم بس. 100 تا گوسفند؟ بله. گوسفندا شما حدوداً چند قیمت داره؟ خورد یا کلونه؟ همین تا دونه 7000 8000 10000 میته قیمت داره. خب بازم خوبه برو هم 8000 و 9000 حساب کنیم، بازم 9 لک میشه نه؟ آه دیگه برو. تشکر باشه بیننده های عزیز، نتیجه پیدا نکردیم زدگه. سعی خیر بینیم قربان شما. تشکر از شما. ببخشید برادر. بیننده های عزیز یک نفر دیگه هسته. برادر عزیز زنده معرفی داشته باشین کی نیم شما؟ شما اول بگین که شما از کجا بیامدین، به خاطر چی بیامدین؟ ما برای سوژی ما در رابطه، ما از تلویزیونیم، سوژی ما در رابطه به می برادرایی که پیشکش زیاتی میستونم خیلی ظلم میکنم به حق دومادا خو. خب من خود معرفی کنم. بله. زامن برار زحمت اول سوالی بی سرنوشت غری عقب مونده پهلوی درخت سوخته. آفرین به به. خب سوژر کو بگرفتین داستانه. دقیقاً. به نظر شما می کسایی که خیلی پیشکش میگیرن 10 لک و 15 لک کار خوبی میکنن؟ نه اشتباه میکنم برار. به حق دوماد بعد ظلم نکنی. اولادمون خونه میشه. صبح آواره و در به در به ملکا غریبی چره بشه. همین رقم خوشی که هم عروسی خور بکنه 4 روز تیر نش، یا دختر تو یا خواهر تو همین جگاه یله کنه بره 5-6 سال به ایران باشه، او هم اگه زنده پس بیامد یا نماد. ظلم نکنیم برار جو. میبینی؟ خب شما تا حال پیشکش استوندیم، پیشکش دادیم چی رقمه؟ من خودم پیشکش هم بدادم برار، پیشکش هم بستندم. از کی پیشکش استونده؟ من همشیری خور 1 هفته پیش نامزددار کردم. به چنده؟ به 10.5 لک. 10.5 شیربا 10.5 لک گفتم پاک کرده است، میستونم 1 ساعت سوزانه هم نمیدم. ها دیگه از این که برم 15-16 لک بستونم 3-4 لک مصرف کنم 10.5 لک پاک کرده بخوام استونم. همه جستاش برو. بیننده های عزیزی که پاز این همه پوچ 3 نفر بخشش باشه. ما خیلی تو پله اولعه دیگه خیلی وقت ما میگیری برو میای خبرکشی گپ مفت میدی. خیلی بخشش باشه بیننده های عزیز. دیگه میتونه بعضا مسلمانا فکر نمیکنن که دختر خوب چی بینوایی کلون میکنم اخیر میبرم میفروشم. این کار به نظر من نکنین. اگه گپ بگی لک گوش میکشین. تا به هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا نگهدار.